شاگردای عزیز، دوست داشتنی سلام. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. به چینل تدریس ریاضی آسان خوش آمدین. چینل خودتان لایک و کامنت فراموش نکنین و درس را با دیگه دوستانتان هم شریک کنین. سابسکرایب فراموش نکنین تا درس ها را منظم دیده بتانین. به درس امروزتان، درس جدید خوش آمدین. امروز ببینیم که مضمون ما ریاضی صنف هفتم است. موضوع تقسیم اعداد تام. صفحه کتابتان 87 الی 88 است و استاد شماست پوجمه وردک. صفحه درس جدید خود را ببینین نوشته شده تقسیم عددهای تام. شما میفهمین که اعداد با داشتن علامه مثبت و منفی وقتی که ازش استفاده میکنیم این اعداد به نام اعداد تام یاد میشه. در داخل دایره هم چند مثال براتان داده شده و در داخل شکل مربع هم چند مثال داده شده. ما و شما وقتی که مثال ها را کار میکنیم به یک نتیجه میرسیم و میفهمیم که قسمی که اعداد طبیعی عملیه تقسیم با عملیه ضرب یک رابطه داره. چه قسم رابطه داره؟ هرگاه ما یک اصل ضرب به جزء اول ضربی تقسیم کنیم جزء دوم ضربی به دست میآید. قسمی که شما در جدول میبینین مثبت 6 ضرب مثبت 3 وقتی که کردیم ما شما در ضرب خوانده بودیم مثبت ضرب مثبت چی میشه؟ باز هم مثبت میشه و 3 6 18 میشه. اما وقتی که اصل ضرب امی دو جزء ضربی را که 3 و 6 است 18 را ما تقسیم بکنیم به یکی از اجزای ضربی مثلا 6، در این صورت ما میبینیم که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش جزء ضربی دومی ما که مثبت 3 هست ایره بر ما میده. یعنی هرگاه ما اصل ضرب تقسیم یکی از اجزای ضربی بکنیم جزء ضربی دوم بر ما در نتیجه به دست میده. خدا کنه که این شکل که در جدول براتون نشان داده شده کلش شما یادداشت کنین و خوب پیش خود یاد بگیرین. در نتیجه ما چی نتیجه به دست میاریم؟ به طرف دست راست که عملیه تقسیم نوشته است، در صورتی که عدد مثبت به مثبت تقسیم شده نتیجهش مثبت شده. مثل که در ضرب ما مثبت ضرب مثبت داشتیم، منفی ضرب منفی را هم مثبت داشتیم. یعنی دو عدد علامه که ضرب میشد نتیجهش مثبت می بود. اینجا تقسیم و مترس مثبت تقسیم مثبت شده. مثبت تقسیم منفی یا منفی تقسیم مثبت مختلف العلامه چی شده؟ منفی شده. پس در تقسیم هم شما به یاد داشته باشین که اگر دو علامه در حالت تقسیم عین علامه باشه هم علامه باشه نتیجهش مثبت و یعنی اگر مثبت و مثبت بود یا منفی و منفی بود نتیجهش مثبت میشه و اگر مختلف العلامه بود و عدد مختلف العلامه تقسیم شد با یک دیگه در این صورت نتیجه اصل تقسیم چی میشه؟ منفی میشه. حال ما شما خلاصه امی گپ خود را که امیال براتون گفتم خلاصه گپ خود را میبینیم که در کتاب نوشته شده من حیث نتیجه و خلاصه شما براتون میگم. اینطور گفته شده که خارج قسمت یک عدد منفی بر یک عدد مثبت حتما منفی است. خارج قسمت یک عدد منفی بر یک عدد منفی مثبت است به خاطر که هر دوش منفی یا علامه است. خارج قسمت یک عدد مثبت بر یک عدد منفی باز هم منفی است. یعنی وقتی که مختلف العلامه بود باز هم نتیجه چی است؟ منفی است. باز هم تکرار میکنم که اگر عدد مثبت همراه مثبت و یا منفی همراه منفی تقسیم شود نتیجه عدد مثبت است. اگر مثبت با منفی یا منفی با مثبت تقسیم شود نتیجه چی است؟ نتیجه یک عدد منفی است، یعنی مختلف العلامه. به خاطر از این که شما خوب فهمیده باشین یاد گرفته باشین من میایم تمرین صفحه 88 را همراهتان کار میکنم. صفحه 88 تمرین 3 سوال داره. سوال اول که گفتن که ابتدا تساوی سمت چپ را تکمیل کنید و سپس اصل تقسیم سمت راست را بنویسین.
بسیار آسان است. اول قوس‌های خالی را پر بکنیم، بعد از او باز عملیه تقسیم بالای سوالاتی که داده شده انجام میتیم. و همچنان سوال دوم گفتن که شما ایره چه قسم تقسیم میکنین، ایره برتان حل میکنم. و سوال سوم هم عملیه های زیر و تکمیل و جدول مربوطه عملیه ضرب تقسیم را بنویسید. در سوال سوم جدول از ما خواسته که ما شما هم میزیره ما برتان حل میکنم و جز از یک دو جز برتان میمانم دیگه کلش حل میکنم. انشاءالله شما بسیار خوب یاد میگیرید و سوالایی که برتان دو جزه که برتان باقی میمانم انشاءالله حل میکنین. خوب شاگردای عزیز و دوست داشتنی، حالا میایم سر تمرین صفحه 88. در صفحه 88 براتان مختلف جزها را در سوال اول و سوال سوم دادم. ما براتان به طور نمونه بیشترین جزایش حل میکنم. در سوال اول در جزء اول گفتن که -5 ضرب قوس خالی مساوی شده حاصل ضرب مساوی و مثبت 20. حالا ما شما پیدا میکنیم که -5 ضرب کدام عدد شده که بر ما چی را داده؟ مثبت 20 داده. ما شما در ضرب اعداد تام خوانده بودیم که دو هم علامه که با هم ضرب شود نتیجهش چی میشه؟ مثبت میشه. پس شما ضرب زبانی 5 بخوانین و یک عدد منفی را که با هم علامه باشن ضرب شون برای ما چی را بوده؟ مثبت 20 بوده پیدا کنین. 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20. اما این 4 باید چی باشه؟ باید منفی باشه. -4 -4 ضرب -5 منفی ضرب منفی چی میشه؟ مثبت 20 میشه. و حالا نظر به امی درسی که امروز ما براتون خواندیم تشریح کردم، وقتی که ما شما دو مختلف العلامه مثلا 20 و -5 تقسیم وقتی که بکنیم ما براتون چی گفته بودم؟ مثل ضرب باره اما عدد مختلف العلامه برای حاصلش. اگر ما 20 تقسیم 5 بکنیم چند دفعه میخوره؟ 4 5 20 میشه. یعنی 4 دفعه ما ایره تقسیم میکنیم که اگر شما اختصارم کنین 20 بر 5 بگیرین 1 5 5 4 5 20. اما علامهش چی باید باشه؟ علامه چی باید باشه که 20 ماده اینجا مثبت آمده؟ علامه باید منفی باشه. مثل ضرب باره هم -4 -4 که ضرب -5 شوه منفی ضرب منفی مثبت 4 5 20 برتان میده. امیدوار هستم که خوب یاد گرفته باشین. انشالله که در سوالای بعدی بیشتر و بیشتر یاد میگیره. خب حالا در اینجا قوس خالی براتان داده ضرب مثبت 8 مساوی به چی شده؟ مساوی به -40 شده. حالا ما شما میفهمین که حتما عدد داخل قوس یک عدد مختلف العلامه ازی بوده که این نتیجهش چی شده؟ -40 شده. ضرب زبانی 8 8 که بخونین 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40. عدد ما چی است؟ عدد ما 5 است. 5 8 40. اما علامه باید چی باشه؟ علامه عدد 5 باید چی باشه؟ مختلف باشه، به خاطر که دو مختلف علامه با هم ضرب شوه منفی را بر ما بوده. علامهش هم میگیریم -5. حالا در اینجا در این قسمت میبینه اصل ضرب ما -40 تقسیم مثبت 8 که شده بر ما کدام عدد داده؟ 40 تقسیم 8 کنیم چند 8 ما 40 میشه؟ 5 8 ما 40 میشه. 5 اما علامهش باید چی باشه؟ علامه چی باشه؟ منفی تقسیم مثبت چی میشه؟ مثل ضرب است. دو مختلف علامه که با هم تقسیم شوه نتیجهش منفی میشه. در اینجا مثبت 20 و -5 مختلف علامه نتیجه منفی شد. اینجا -40 و مثبت 8 دو مختلف علامه نتیجهش چی شد؟ منفی شد. عدد منفی. یعنی در تقسیم هم مثل ضرب باره اگر دو عدد هم علامه با هم تقسیم شود نتیجهش چی است؟
مثبت است، عدد مثبت. و اگر دو عدد مختلف العلامه با هم تقسیم شود مثل این دو عدد واره، نتیجهش چی مبرایه؟ نتیجهش یک عدد منفی مبرایه. حالا در این جز سوال بعدی را میبینیم. قوس خالی براتان داده، ضرب -5 -35 شده. کدام عدد ضرب 5 شود که 35 البته شما میفهمین 7 5 35. اما در ضرب وقتی چی وقت یک نتیجه دو ضرب دو علامه منفی میشه؟ وقتی که یکش مثبت باشه یکش منفی، مختلف علامه باشه. پس 7 ما چی است؟ مثبت است. در تقسیم ما میبینیم که وقتی که ما شما -35 تقسیم -5 میکنیم، منفی بر منفی هم علامه است. هم علامه را ما در ضرب هم گفتیم که نتیجهش مثبت است. در تقسیم هم دو هم علامه، یعنی منفی بر منفی، مثبت بر مثبت، یا منفی تقسیم منفی یا مثبت تقسیم مثبت، نتیجهش چی است؟ مثبت است. و اگر مختلف العلامه باشه منفی تقسیم مثبت یا مثبت تقسیم منفی، منفی است. حال نتیجه ازی چی باید باشه؟ عدد مثبت باشه. وقتی که 35 تقسیم 5 میکنیم چند بار 5 با کدام عدد ضرب بزنیم 35 میده؟ 7 بار. 7 و 7 ما چی است؟ عدد مثبت است. به خاطر که ما براتون گفته بودم که منفی تقسیم منفی و یا مثبت تقسیم مثبت، اما علامه ها نتیجهش چی میبره؟ نتیجهش مثبت میبره. میایم سر سوال دوم. در سوال دوم گفته که برای تقسیم کردن حاصل افاده -6 منفی داخل قوس -18 بر حاصل افاده -8 مثبت داخل قوس -4 چگونه باید عمل کنیم؟ اول ما علامه دیجا قوس به معنای ضرب است. ما عملیه خدا بالای از اجرا میکنیم، بالای از اجرا میکنیم، حاصلش با هم چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. ایره ما با دیگه شکل براتون حل میکنم به شکل اختصار که شما شکل اختصار رو یاد بگیرید. خب -6 مثبت 6 منفی 18 مساوی می شود. مثبت 6 از داخل قوس میکشیم، خودش منفی ضرب منفی ما براتون گفته بودم وقتی که دو علامه با هم ضرب شود چی میشه؟ مثبت میشه. مثبت 18 مساوی به 18 و 6 چند میشه؟ 8 و 6 14 حاصل بر 1 2 24 مثبت 24. علامه که ندادیم بفهمین که مثبت است. حال دومش ساده میسازیم. افاده دوم -8 مثبت داخل قوس -4 مساوی به -8 مثبت ضرب منفی دو مختلف العلامه وقتی که ضرب شود نتیجهش چی میشه؟ منفی میشه. و 4 هم از داخل قوس میکشیم. حال یا -8 است یا -4 است. شما در جمع یاد گرفته بودین. اینجا دو هم علامه جمع شد، اینجا دو هم علامه با هم چی میشه؟ جمع میشه. 8 و 4 چند میشه؟ 12 میشه. آفرین. و هر دوش هم علامه است. نتیجه دو هم علامه -8 و -4 چند میشه؟ -12. علامه مشترکشان گرفته میشه. مثل که اینجا علامه مشترکشان مثبت گرفته شد، اینجا علامه مشترک شد 12 -12 گرفته میشه. حال آسانی رو به شکل اختصار براتون می نویسم. مثبت 24 بر -12 مساوی به، من پیشترم براتون گفتم در تقسیم وقتی که مختلف العلامه بود نتیجه چی میشه؟ منفی. 1 12 12 2 12 24. نتیجه کدام عدد شد؟ 2 بر 1. هر عدد تقسیم 1 خود عدد است، -2. جواب سوال ما چی شد؟ -2 شد. خب حالا میایم سر سوال سوم خود. سوال سوم هم مثل پیشتر واره سوالای ضرب و تقسیم براتون داده با قوسای خالی. بعد از گفته در جدولی را جای به جای بکنین.
منفی 8 ضرب مثبت 4. اول خود دو مختلف العلامه است. منفی ضرب مثبت چی میشه؟ منفی 8 4 32. ایره باز به شکل تقسیمش در داخل قوس نوشته میکنیم. مثبت 50 ضرب کدام عدد شوه که منفی 200 بوده. اول خوی مثبت است، اینجا باید ما چی را بگیریم؟ منفی را بگیریم. منفی را بگیریم که بر ما چی را بوده؟ مثبت ضرب منفی منفی را بوده. خب یک صفر از این را میگیریم، یک صفرش میگیریم، اینی صفرش 5 ضرب چند شوه که بر ما 20 بوده. یک صفر خوب در اینجا ما گرفتیم و در اینجا هم گرفتیم. 5 ضرب چند شوه که 20 بوده بر ما که 200 شوه؟ 4 4 5 20. منفی 40. مثبت 50 ضرب منفی 40 مساوی شد به منفی چند؟ منفی 200. حالا این را تقسیم میکنیم. این تقسیم است. وقتی که شما 42 را تقسیم 6 کنین چند ششتان 42 میشه؟ 7 6 42. همونطور نیست؟ 6 6 36 7 6 42. پس عدد ما 7 است. اما منفی بر مثبت یا منفی تقسیم مثبت چی میشه؟ مختلف العلامه است. منفی 7. خب منفی 100 تقسیم کدام عدد شده که بر ما مثبت 100 داده؟ منفی 100 تقسیم یک عدد منفی شده که منفی ضرب منفی به ما چی را داده؟ مثبت داده. اگر ضرب مثبت کنیم منفی و مثبت منفی نمیده، پس منفی میگیریم و یک ضرب 100 100 میشه. یک تقسیم 100 100 میشه. ما شما 100 یک تقسیم یک ضرب کدام عدد کنیم؟ ضرب 100 کنیم که برای ما پس چی رو بده؟ اونمو جواب ما که منفی 100 است برای ما بده. منفی ضرب مثبت منفی 1 ضرب 100 100. اصل ضرب دو عدد برای ما چی رو میده؟ برای ما امو عدد اول که ما مقسوم ما است، مقسوم برای ما میده. خب حال سوال بعدیش قوس خالی است. تقسیم منفی 4 مثبت 20 باید بر ما بده. اول خب ما باید بفهمیم که علامه ما مساویاتم رفته ببخشید. علامه ما حتما داخل قوس منفی است که منفی بر منفی چی شده؟ منفی بر منفی. منفی که منفی خلاص شده یا منفی بر منفی دو علامه بر ما چی را میده؟ مثبت هم میده. آسان شما ای را به ای ضرب میکنیم، ای را به ای ضرب میکنیم براتان حاصلش هم میده 4 2 8 صفران پالویش 80. 80 تقسیم 4 شوه که بر ما چی را بده؟ مثبت 20 بده. یا آسان هم شما اترام نوشته کرده میتونین که در اینجا 80 ما منفی تقسیم منفی 4 شده. منفی بر منفی چی شده؟ مثبت و 1 4 4 2 4 8 صفر بالا میکنیم مثبت 20. خدا کنه فهمیده باشین. انشالله که فهمیدین. حالی را داخل جدول هم براتان جای به جای میکنم تا جایی که جای میشه. در داخل قوس ما مینویسیم سوال اول ما منفی ضرب است. منفی 8 پیدا کردیم که منفی 8 ضرب مثبت 4 مساوی شد به منفی 32. خب حال ما اگه به تقسیم این نوشته کنیم چطور نوشته میکنیم؟ حاصل ضرب که منفی 32 است. منفی 32 تقسیم جز دوم جز اول میده. حاصل ضرب تقسیم در تقسیم حاصل ضرب تقسیم جز دوم جز اول جز دوم میده برعکس. حالا ما این تقسیم جز دوم میکنیم. تقسیم مثبت 4. تقسیم مثبت 4 که کردیم 1 4 4 8 4 32. مثبت بر مثبت مختلف العلامه است چی میشه؟ منفی 8
اینه دیدیم که براتان منفی 8 ایجا داد. خب سوال بعدی رو میگیریم. مثبت 50 و منفی 40 که ضرب شده میگیریم. مثبت 50 ضرب منفی 40 ما پیدا کردیم که بساوی به چی شد؟ منفی 200 شد. این رو به شکل تقسیم نوشته میکنیم. منفی 200 تقسیم، بیاین این دفعه ای را تقسیم جز اول کنیم. تقسیم جز اول ما چند است؟ 50 است. مثبت 50 داخل قوس میگیریم چون علامه داره اردیش. مساوی به چی میشه؟ وقتی که شما ای را تقسیم کنید صفر، ای صفر صفر یک دانه همراه صفر خلاص میشه. 5 تقسیم 20 که تقسیم 5 کنیم چند دفعه میخوره؟ چند دفعه میخوره؟ 4 دفعه. 4 پنجم چی میشه؟ 4 پنجم 20 میشه. اگر ما صفرها را از بین نبریم اینجا نوشته کنیم عوض از صفر و 5 تقسیم 20 کنیم 4 بشه 40 و نتیجه علامه ما منفی و مثبت ما چی است؟ منفی است. دیدیم که بر ما جزء دوم داد. خب عدد بعدی ما منفی این دفعه تقسیم میگیریم. منفی 42 منفی 42 تقسیم مثبت 6 مساوی است به منفی 7. این رو به شکل ضرب نوشته میکنیم. به شکل ضرب چطور نوشته میکنیم؟ حاصل تقسیم ضرب مقسوم علیه میکنیم. برای ما چی رو باید بده؟ برای ما مقسوم باید بده. مثبت 6 ضرب منفی 7 مساوی میشه 6 7 چی میشه؟ 42. مثبت ضرب منفی 42. اگر سوال بعدی را تقسیم از به شکل ضرب بیاریم. منفی 100 تقسیم مثبت 1 تقسیم منفی 1 تقسیم منفی 1 مساوی چی شده؟ مثبت 100 شده. چیزی که حل کردیم پیشتر مثبت 100 شده. اولی رو به شکل ضرب نوشته میکنیم. حاصل ضرب 100 مثبت 100 ضرب منفی 1 مثبت 100 ضرب منفی 1 مساوی میشه مثبت ضرب منفی مختلف العلامه است. 1 ضرب 100 اینه دیدیم که بر ما مقسومه داد منفی 100 بر ما داد. سوالایتان یک جزای بسیار کم ما باقی مانده از سوال اول و سوال آخر. این خودتان با خود حل کنین. ما امیدوار هستم که خوب یاد گرفته باشین. در سبا دیگه هم صنفانتان شریک کنین. اگر سوال داشتین از ما در کومنت یوتیوب چینل در کومنت درستان پرسان کنین که بار دیگه براتون تکرار کنم تا خوب یاد بگیرین. خداحافظ، وقت خوش.